سلام دوستان، وقت بخیر. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قصد داریم که با هم یه دونه موتور رانشگر یونی یا همون موتور جت بدون قطعه محرک رو با هم بسازیم. پس در ادامه با من همراه باشید. وسایلی که نیاز داریم: یه دونه سیم لاکی 8 یه دونه سرپیچ لامپ که به صورت دندان اره‌ای برش خورده و یه دونه پایه پلاستیکی زیرش چسب شده، دقیقاً از همین سرپیچ‌های لامپ معمولی. یه دونه ماژول یونیزاسیون هوا یا همون ماژول جرقه زن. یه دونه کلید 0 و 1 برای خاموش و روشن کردن مدار و یه دونه باتری لیتیومی 18650. توی مرحله اول حدود 7 سانتی متر از روکش سیم لاکی رو تراش میدیم که البته از قبل ما روکش سیم رو تراش دادیم. به همین صورت. توی مرحله بعدی سیم لاکی رو دور سرپیچ لام میپیچیم و باهاش حلقه درست میکنیم. دقیقاً به این صورت. توی مرحله بعدی سیم لاکی رو روی سطح کار میچسبونیم. توی مرحله بعدی باید سرپیچ لامپ رو روی سطح کار بچسبونیم و تقریباً 1 سانت و نیم باید با سیم لاکی فاصله داشته باشه. خب دوستان، اتصالاتمون به این صورت شد. در مرحله بعدی ماژول یونیزاسیون یا همون جرقه زن رو روی چسب دو رو میچسبونیم و باتری 18650 رو هم همینطور. کلید 0 و 1 رو هم به این قسمت چسبش میکنیم. توی این مرحله سیم های خروجی ماژول جرقه زن رو متصل میکنیم به این دو قسمت که یکی از سیم ها باید متصل بشه به سرپیچ لامپ به همین صورت و سیم بعدی هم باید به سیم لاکی متصل بشه. به همین صورت که میبینید یکی از سیم ها به سرپیچ و سیم بعدی به سیم لاکی متصل شد. توی مرحله بعدی میریم برای اتصالات ورودی ماژول جرقه زن که قطب منفی باتری رو به قسمت منفی ماژول جرقه زن متصل میکنیم. به همین صورت. و قطب مثبت رو به واسطه یه دونه کلید به هم متصل میکنیم. به همین صورت اتصالات ما برقرار شد و الان میریم برای تست رانشگر یونیک. خب الان میریم برای تست دستگاه. من با یه دونه فندک امتحان میکنم. همینطور که میبینید شعله خاموش میشه وقتی جلوی دستگاه قرار میگیره. و الان با یه دونه دستمال کاغذی چک میکنم. و همینطور که میبینید به راحتی فنی با هم ساختیم که بدون اینکه هیچ قطعه محرکی داشته باشه میتونه باد تولید کنه. از این تکنولوژی توی فن‌های جدید لپتاپ ها و فن‌های خنک کننده گوشی ها و توی سیستم های موشکی استفاده میشه و موردی که باید حواستون باشه به هیچ عنوان به قسمت خروجی ماژول دست نزنید چون باعث ورود شوک الکتریکی به بدن میشه. و الان چراغ‌ها رو خاموش میکنم که بتونید پلاسمای تولید شده رو ببینید. متشکرم که تا اینجا با هم همراه بودید. برای دیدن آموزش‌های بیشتر به کانالمون سر بزنید و کانال رو سابسکرایب کنید. امیدوارم که پیروز و سربلند باشید.